سلام، من اصغر هستم. حدوداً 50 ساله از شهر یزد. از 18 سالگی توی یکی از کارخونه‌های ریسندگی مشغول به کار شدم. سربازی هم همون زمانها راحت معاف می‌کردن که شامل حال من هم شد. البته که پدرمون هم توی تصادف به رحمت خدا رفته بود. اما 2 برادر و 2 خواهر دیگه هم دارم. بگذریم. کار ما به خاطر سر و صدای زیاد و ذرات معلق زیادی که وجود داره شامل سختی کار میشد که هیچ وقت اعمال نکردن. یعنی باید 30 سال کار میکردیم تا بازنشسته بشیم. 22 سال از کارم گذشته بود که اوضاعم خراب شد. مدام سردرد میگرفتم و کارخونم حقوق رو به موقع نمیداد. به اصرار خانواده خودم رو بازخرید کردم. مهندسم پیگیری کرد و 40 میلیون تومان به عنوان پاداش بهم دادن. حدوداً سال 92 اینا بود. مسلماً نمیتونستم توی خونه بشینم. آخه دم به دقیقه با خانوم بچه‌ها کل کل میکردیم. یهو یکی از بچه‌های کارخونه اومد سراغم و گفت اصغر بیا بزنیم تو جاده که منم از دست اینا آسی شدم. پرسجو که کردم دیدم دوستم جعفر هم میخواد خودشو بازخرید کنه. البته این کار از جور مشکلات بدنی بود. فکر کنید 20 سال آزگار باید پای دستگاه خم و راست میشدیم. بقیه مواردی هم که گفتم اوضاع بدتر میکرد. گفتم جعفر جون، من و تو نه عرضه شوفری داریم نه پول خرید ماشین باری رو. جعفر خندید و گفت منظورم ماشین سنگین نیست، بیا روی نیسان کار کنیم. از این ور اون ور بار میاریم و سر جاده میفروشیم. جعفر برای یکی از روستاهای یزد به نام شهنه بود که محصولات کشاورزی زیاد داشتن. خودش هم یه نیسان اوراقی داشت. من که از دست خانواده به تنگ اومده بودم جام زهر رو نوشیدم. قرار بود جعفر رانندگی کنه و منم کمک دستش باشم. خرج ماشینم نصف و نصف بود. سودمون هم از فروش بار بستگی به خرید خودمون داشت. سرتون رو به درد نیارم. 3-4 باری رفتیم و زردک و اینجور چیزا آوردیم فروختیم. دیدیم نه، انگار شانس بهمون رو کرده. تا غروب بار فروش میرفت و پولمون هم توی دستمون بود. دیگه نباید منت مهندس رو میکشیدیم نه مدیر عاملای دزد و بیکفایتو. این شد که طمع به جونمون افتاد. اون زمان سمت چابهار تازه شروع کرده بودن به پرورش موز. جعفر پیشنهاد داد یه سفر خارج از استان بریم که سودش هم بیشتر باشه. یکم ترسیدم. گفتم جعفر، این ماشین تو همین یزدم رفاقتی ما رو میبره و میاره. میدونی چابهار کجاست؟ از مشهد دورتره. جعفر گفت من خونه خواهرم اینا بمه. 100 بار رفتم و اومدم با همین ماشین. نگران نباش، میریم تا تجربه بشه. نخواستم نه توی کار بیارم. از طرفی میترسیدم با یکی دیگه بره و کم کم از شراکت با من خارج بشه. پس برای بار دوم جام زهر رو سر کشیدم. شنبه صبح زود از شهر زدیم بیرون. از رفسنجان و کرمان عبور کردیم. شهر بعدی بم بود. 8 ساعتی از حرکتمون گذشته بود که جعفر گفت اصغر جون، من دیگه کمرم خوش شد. بیا بشین پشت فرمون تا بم. منتظر یه جای مناسب بودیم که توقف کنیم. یهو چشم جعفر به یه جا خیره موند. پرسیدم چی شده؟ توی خاکی زد روی ترمز از ماشین پیاده شد. سمت راست جاده تعدادی ساختمون خشتی دیده میشد که البته چیز عجیبی هم نبود. سر تا سر جاده‌های کویری از این کاروانسراها و قلعه‌های نگهبانی زیاد دیده میشه. دیگه طاقتم تاق شد. اومدم حرفی بزنم که جعفر گفت اصغر، به صاحب اسمت قسم این خرابه گنج داره. آهی کشیدم و گفتم ول کن جون بچت، زود باش بشین تا خفتمون نکردن. اما جعفر گوشش به این حرفا بدهکار نبود. وقتی ترس منو دید با خنده گفت اصغر جون، از چی میترسی؟ بر و رو داری یا پول و طلا همراهته؟ هرچی هم داریم توی کارته. الانم تازه سر ظهره. بیا بریم یه چرخی بزنیم. دیگه حرفی نزدم و با نیسان رفتیم سمت خرابه ها. شب گذشته بارون باریده بود و زمین به اصطلاح ما دخ شده بود. وقتی از ماشین پیاده شدیم نسیم ملایمی میوزید. جعفر مثل آدمای خمار نسیم و فرستاد توی ریه هاشو گفت های های، آدم نعشه میشه. با خنده گفتم لابد یکی توی خرابه تریاک میکشه، بوخوری شدی. وگرنه تا اونجایی که من میدونم باد نعشگی نداره. جعفر اخمی کرد و گفت یکم رمانتیک باش رفیق. خرابه ها در کنار هم شبیه دیوار بودن و مستطیل بزرگی رو تشکیل میدادن.
وسطشون هم خالی بود. البته یه سکوی گلی وسط حیاط دیده میشد که جعفر میگفت زیر این سکو گنج وجود داره. اولش فکر کردم حرف مفت میزنه، اما وقتی توی خرابه ها چرخ میزدم دیدم خیلی از جاها رو حفاری کردن. حالا اینکه دست پر رفته بودن و یا نه رو خدا خبر داشت، اما جعفر میگفت هیچی دستشون رو نگرفته، چون مال اصلی زیر این سکوی گلی هست. میگفت از عمد این گنج رو زیر سکو گذاشتن تا جلوی دید باشه و کسی به فکرش نرسه. قرار شد کمی اونجا استراحت کنیم و بریم، چون وسیله‌ای برای کندن نداشتیم. منم همچین اعتقادی نداشتم. میگفتم اگر مالی اینجا باشه 100 بار تا حالا درش آوردن و اگر ما بکنیم فقط خودمون رو علاف کردیم. اما جعفر رازی در دل داشت که با من در میون نذاشته بود. اما وقتی زیر سایه دیواری خوابیدم این راز بر من هم نمایان شد. توی عالم خواب دیدم زنی قد بلند وارد خرابه شده. دور گردن زنجیر کلفت و زنگ زده ای انداخته بود. 3 بار انگشت دراز و لاغرش رو به سکوی گلی اشاره رفت. از خواب پریدم. دیدم جعفر زل زده بهم. پرسیدم چی شده رفیق؟ با نگرانی گفت توی خواب هزیون میگفتی اصغر جون، کابوس میدیدی؟ کمر راست کردم و تکیه زدم به دیوار. گفتم کابوس که نه، ولی خواب جالبی هم نبود. یعنی ناخودآگاه خوف کرده بودم. جعفر پرسید بگو ببینم، شاید تعبیر کردم برات. خندیدم و گفتم پشت فرمون نیسان هم تاریخ شناس شدی هم معبر. راستش خواب دیدم یه زن قد بلند اومد جلوی این سکو ایستاد و 3 بار بهش اشاره کرد. تا این حرفو زدم رنگ از رخ جعفر پرید. بریده گفت این زنی که میگی چیزی به گردنش نبود؟ سری تکون دادم و گفتم چرا اتفاقا یه زنجیر کلفت قدیمی، انگار مال زمونه ما نبود. جعفر از شدت هیجان محکم کوبید روی پیشونی خودشو، مثل دیوونه ها شروع کرد به دویدن توی اون مخروبه. داد زدم جعفر چته، خل شدی؟ با خوشحالی اومد سمتم و گفت اصغر تو فکر کردی من از کجا اینقدر مطمئنم که گفتم اینجا گنج داره؟ به روبر نگاهش کردم و پرسیدم نمیدونم، خودت بگو. جعفر گفت دیشب خواب دیدم کنار جاده ایستادم، اما خبری از آسفالت و ماشین نبود. مردم لباسای قدیمی به تن داشتن. یهو لابلای جمعیت نظرم به یک زن قد بلند جلب شد. افتادم دنبالش. وارد کاروانسرا شد و اون لحظه بود که دیدم چند تا مرد خمره‌های توی چاله دفع کردن و روش سکوی گلی ساختن. امروز که از اینجا رد می شدیم و زدم روی ترمز، دیدم این خرابه همون کاروانسرای پر رونقی است که من توی خواب دیدم. اون زن قد بلندم زنجیر به گردن داشت. حتما از طرف خدا فرستاده شده تا به من و تو کمک کنه. اونایی که از اینجا دست خالی رفتن هیچ کدوم مثل من و تو نیازمند و زحمتکش نبودن. حرفای جعفر حسابی گوشام رو دراز کرده بود و طمع پرسیدم خب مگه کندن این سکو چقدر سخته که بیل و کلنگ میخوایم؟ جعفر شونه‌ای بالا انداخت و گفت تا شروع نکنیم معلوم نمیشه. ناخودآگاه دوتایی دویدیم سمت سکو. لایه‌های بالایی بر اثر باد و بارون ضعیف شده بودن، اما معلوم بود که اون وسط کارمون گره میخوره. و اینکه کارو نیمه کاره هم بذاریم خطرناک بود. امکان داشت توی این فاصله عده‌ای بیان و نظرشون به سکو جلب بشه. این شد که با جعفر سوار ماشین شدیم و به سمت بم حرکت کردیم. شب رو خونه خواهرش موندیم. قید چابهار رو زدیم و روز بعد با شوهر خواهرش رفتیم نخلستون. خرما بار زدیم و موقع برگشتن 2 تا کلنگ دندون دراز و یه بیل هم خریدیم. شوهر خواهر جعفر پرسید کلنگ واسه چیتونه؟ جعفر گفت هیچی، واسه باغ بابام میخوام. حوالی 3 بعد از ظهر حرکت کردیم سمت یزد. اما هنوز 2 ساعت هم نگذشته بود که سر خر رو کج کردیم سمت بریدگی و برگشتیم سمت بم تا بریم توی کاروانسرای مخروبه. وقتی به حوالی منطقه رسیدیم جعفر سرعت رو کم کرد و با احتیاط از جاده خارج شدیم. بهم گفت اگر کسی اومد سراغمون میگیم که برای استراحت اومدیم. گفتم شک میکنن جعفر، کی با بار خرما میره بم؟ جعفر با کلافگی گفت اونا که نمیان بارو بگردن مسلمون، 4 تا لاشخورن مثل من و خودت، پلیس که نیستن.
خلاصه ماشین رو بردیم داخل جوری که از سمت جاده مشخص نباشه. تقریباً 3 ساعتی تا تاریک شدن هوا فاصله داشتیم. سر و گوشی توی خرابه ها آب دادیم و برگشتیم. جعفر فرمان حمله رو صادر کرد. مثل جوون 20 ساله کلنگ می زدم. انگار نه انگار که به کمردرد مبتلا هستم. جعفرم کمک دستم بود. 2 ساعتی مشغول بودیم که سکوی گلی کاملا سوراخ شد. از شدت خستگی گوشه‌ای ولو شدم. جعفر گفت بیا که کارو یک سره کنیم. سر که بالا آوردم دیدم خورشید از سمت چپ کاروانسرا پایین میره. در همین لحظه متوجه شدم یک چیزی جلوی تابش نور رو گرفت. فکر کردم جعفر اومده بالای سرم، اما اون داخل سکوی گلی بود و مشغول به کار. توی آسمون هم ابری دیده نمیشد. 2-3 باری پیس پیس کردم که جعفر متوجه من بشه. وقتی نگاهم کرد ابرو بالا انداختم که یعنی یکی روی پشت بومه. جعفر با یکی از کلنگا رفت توی خرابه. من هم آماده باش بودم. اما بعد از 5 دقیقه برگشت و گفت خیالاتی نشدی اصغر؟ پرسیدم چطور مگه؟ گفت بابا اینجا اصلا راه پله نداره، قبلا خراب شده. کی میتونه از این دیوارای بلند بالا بره که تو روی پشت بوم دیدیش؟ نگاهی به اطراف انداختم و گفتم ندیدمش که، اما یکی روی بوم رد شد. جعفر گفت حتما خیالاتی شدی، پاشو بیا کمک. دوتایی دوباره مشغول شدیم. کف زمین خاکی بود، اما به قد یک وجب که پایین رفتیم چشمم به سفیدی خورد. انگار آهک ریخته بودن، اونم خشک. آهکا رو رد کردیم. هر دو با هیجان خاک رو کنار می زدیم که سر کلنگ به چیزی خورد. من و جعفر ناخودآگاه زل زدیم به هم و چشمامون برق زد. جعفر گفت کلنگو بذار کنار، مثل اینکه به خمره ها رسیدیم. با دست خاکا رو کنار می زدیم و بالاخره 9 تا خمره قدیمی نمایان شدن. از شدت خوشحالی و البته استرس صدای قلبم رو می شنیدم. خمره ها به طرز جالبی پلم شده بودن، انگار که اصلا دری نداشته باشن. جعفر گفت همه رو بذار توی نیسان، وقت رفتنه. سریعا کار رو انجام دادم. حتی چاله رو پر نکردیم. هوا هم تقریبا تاریک شده بود. من نشستم توی ماشین، اما وقتی جعفر اومد که سوار بشه به چشم دیدم که یک موجود سیاه شبیه سگ از چاله خودشو بیرون کشید. دوید سمت جعفر. فکر کردم میخواد بکشتش، اما با ناخنهای بلندش موهای جعفر رو کشید و تعدادی از اونها رو کند. رفیقم افتاد روی زمین. مثل مارگزیده ها به خودش میپیچید و اون موجود عجیب و غریب ناپدید شده بود. از ماشین پیاده شدم و رفتم سراغش. هرچی میپرسیدم کجات درد میکنه حرفی نمیزد و فقط نعره سر میداد. زیر شونهاش رو گرفتم تا بیارمش روی ماشین. در همین لحظه دیدم بلند قامتی روبروی ما ایستاده. به حدی بلند بود که میتونست به راحتی خودش رو روی بوم بکشه. دستام شل شدن و جعفر رو ول کردم روی زمین. اون موجود هر چه که بود نمیتونست از ما باشه. قدمی به جلو برداشت و اولین چیزی که نظرم رو جلب کرد صدای زنجیر بود. جعفر آروم گرفت. در واقع از هوش رفته بود. توی اون لحظات فقط خدا به دادم رسید که قالب تویی نکردم و تونستیم فرار کنیم. اون موجود جلو می اومد، اما به سختی. مطمئن بودم که کار اشتباهی کردیم. فاصلمون تا یزد زیاد بود. توی کرمانم کسی رو نمی شناختم. این شد که مستقیم رفتم بم تا از خواهر جعفر کمک بگیریم. وقتی در خونشون رو زدم شوهر خواهرش اومد بیرون. منو که دید با تعجب گفت شما مگه نرفته بودین؟ چیزی شده؟ همزمان هم به ماشین نگاه میکرد. گفتم والا چه عرض کنم، اتفاقی افتاده. حال جعفر خوب نیست. در شاگردو باز کردم. وقتی شوهر خواهرش جعفر رو دید گفت صداشو در نیار، اگه خواهرش ببینه میفته روی دستمون. سر کوچه وایسا. همین کارو کردم. 10 دقیقه بعد بنده خدا با ماشینش سر رسید. کمک کرد جعفر رو انداختیم توی ماشین و رفتیم سمت بیمارستان پاستور. جعفر رو توی اورژانس بستری کردن. گفتن حالش خوب نیست، اما جای نگرانی هم نداره. شوهر خواهر جعفر که در اینجا اسمش رو هاشم میذارم گفت خب تعریف کن ببینم چی کار کردین؟ سوالش قدری مشکوک بود.
گفتم هیچی، یهو حالش به هم خورد. هاشم آهی کشید و گفت نگران نباش، اما اگه راستشو نگی شاید اتفاقی بیفته ها. انگار خودت هم خیلی ترسیدی. اصلا چرا نبردیش بیمارستان؟ جواب دادم والا هول کردم. گفت از چی هول کردی؟ دیگه وا دادم و تمام اون چیزی رو که اتفاق افتاده بود رو تعریف کردم. بنده خدا پاهاش شل شدن و نشست روی زمین. با این کارش بیشتر نگران شدم. کاشف به عمل اومد که جعفر آقا از این کارا زیاد انجام داده و هر بار هم باعث بدبختی شده. هاشم گفت از اون کلنگای نیشتراس فهمیدم فکری توی سرشه، اما من نمیدونستم توی جاده جایی پیدا کرده. حالا اینکه تو میگی چیزایی اونجا دیدی منو بیشتر نگران میکنه. میترسم حال جعفر با رسیدگی پزشکی خوب نشه اصغر آقا. تا صبح صبر کردیم. خواهر جعفر مدام زنگ میزد و هاشم میگفت که برای یکی از دوستاش مشکلی پیش اومده. بالاخره حوالی 10 صبح گفتن بیاین مریضتون رو ببرید. جعفر سر و پا شده بود، اما وقتی نشستیم توی ماشین زد زیر گریه. هاشم پرسید چه شده مرد گنده؟ جعفر گفت تو نمیدونی هاشم، انگار روی سرم آتیش ریختن. هر بار که پلک میزنم یه چهره ترسناک میبینم. هاشم به من نگاه کرد و گفت ترس من از همین بود. اینجا کم نداشتیم از این موارد، ولی خدا رو شکر یه امیدایی هست. پرسیدم چه امیدی؟ گفت 1-2 تا از رفیقام سمت نیکشهر دنبال دفینه بودن که به اصطلاح جن میزنتشون. میارنشون توی یکی از روستاهای اطراف بم. اونجا یه آقایی هست که دوستانی توی عالم ماورا داره. بهتره بریم اونجا، اما اول باید با یکی تماس بگیرم. بعد از اینکه هاشم زنگشو زد سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت خارج شهر. به روستایی در حاشیه بیابون رسیدیم که یک سیم برق یا لوله آب در اون نمیدیدی. با تعجب شیشه ماشین رو پایین داده بودم و دنبال آدمیزاد میگشتم. روستا فاصله زیادی از جاده نداشت. برام سوال بود که چرا مسیر اونجا رو آسفالت نکردن یا حداقل برق کشی نشده. بالاخره هاشم ماشین رو جلوی یک خونه کوچیک متوقف کرد. جعفر خواب رفته بود و ناله سر میداد. میخواستم بیدارش کنم که هاشم گفت بذار آزارش بدن، بلکه درس عبرت بگیره و آدم بشه. قبل از اینکه در خونه رو بزنیم مردی حدوداً 50 ساله بیرون اومد. چند تا بز هم پشت سرش بودن. هاشم سلامی عرض کرد و منم پیروی نمودم. مرد که آقا هاشم آقا صداش میکرد گفت اون بنده خدا رو بیارید داخل. جعفر رو صدا زدیم و وارد خونه تاریک شدیم. آقا ما رو نشوند وسط اتاق. منظورم از ما من و جعفر هست. هاشم توی حیاط منتظر بود. دور ما رو با نمک دایره‌ای کشید و شروع به خوندن کرد. لحظاتی بعد دیدم صدای نوشتن میاد. انگار یکی مداد روی کاغذ میکشید، اما چیزی نمیدیدم. آقا هم پشت سرمون بود، اما میدونستم که مداد توی دستش نیست. بالاخره کار تموم شد و هاشم هم اومد داخل. آقا با نگرانی گفت شماها چی کار کردین؟ من که زبونم بند اومده بود. اما هاشم پرسید آقا با چی طرف هستیم؟ آقا جواب داد توی اون خرابه ها چیزی جز عفارید زندگی نمی کنن. اما این مردو نوکراش زدن، نه خودش. برای همین جای امیدواری هست. من که تازه زبونم باز شده بود پرسیدم حالا باید چی کار کنیم؟ گفت هیچی، باید خودم باهاتون بیام. اونجا از خودش میپرسیم. از شنیدن این حرف به رعشه افتادم. 4 نفری سوار ماشین شدیم. وقتی از روستا میزدیم بیرون گفتم عجیبه چرا مردم رفت و آمد ندارن؟ هاشم خندید و گفت اصغر آقا این روستا متروکه است. کسی به جز آقا داخل زندگی نمیکنه. باز هم از شنیدن این حرف موهای تنم سیخ شد. یک راست رفتیم سمت کاروانسرا. آقا من و جعفر رو برد داخل و هاشم دوباره منتظر موند. چیزی تا غروب نمونده بود و حس بدی داشتم. آقا نگاهم کرد و گفت حق داری، به خاطر فعالیت شیاطین هست. این در حالی بود که من چیزی از حسم نگفته بودم. جعفر توی اون مدت مثل یک آدم کرولال بود، نه حرفی میزد و نه متوجه چیزی میشد.
دوباره ما رو نشون روی زمین، اما این بار خبری از نمک نبود و با چاقو دورمون رو دایره کشید. چهارزانو روی زمین نشست، زیر لب اذکاری میخوند. یهو صدای پا شنیدم. یکی داخل خرابه ها بود. باز هم خورشید سر دیوار اومده بود که یهو دیدم یکی راه نور رو سد کرد. خواستم ببینم کی روی پشتمون اومده که آقا گفت سرتو بنداز پایین. در اون مراسم چیزی ندیدم، اما صدایی مثل صدای اوی سگ از کنار گوشم میشنیدم. بعد از یک ربع آقا بلند شد و خنجرش رو از دل خاک بیرون کشید. دیدم لبخند میزنه. خوشحال شدم و گفتم حل شد؟ جواب داد هنوز نه، اما به زودی درست میشه. هاشم رو فرستاد به یه کاری و خودمون توی کاروانسرا موندیم. فرصت رو مناسب دیدم و از خمره ها گفتم. خندید و گفت بنده خدا، شما توسط شیاطین توی تله افتادید. توی خمره ها هم هرچی پیدا کردید برای خودتون. نیم ساعت بعد وقتی هوا کاملا تاریک شده بود، هاشم با 2 مرغ سیاه از راه رسید. دیدم آقا رگ زبون بسته ها رو برید و ولشون کرد توی کاروانسرا. سپس گفت زود باشید، دیگه نباید اینجا بمونیم. وقتی از کاروانسرا زدیم بیرون، زغالی از جیبش بیرون آورد و روی دیوار بزرگ نوشت این مکان جن دارد. شاید مردم با دیدن اون جمله یک شوخی تصورش کنن، اما به ما ثابت شده بود. تا به بم برسیم حال جعفر خوب شد و گفت گشنمه. هاشم از خوشحالی خندید و گفت تیر غیب بخوری که همیشه باعث بدبختی هستی. رفتیم خونه خواهر هاشم و ادامه ماجرا. بعد از اون وقتی رفتیم سراغ نیسان و خمره ها رو شکستیم، دیدیم داخل هر کدوم یک سکه 1 قرونی هست و دیگر هیچ. حسابی به ریش خودم و جعفر خندیدم، اما بازم جای شکرش باقی بود که از دست اون موجودات پلید قصر در رفتیم. دیگه وقتی توی جاده های بیرون شهر عبور میکنم و چشمم به جاهای این چنینی میفته، مطمئنم که داخلشون موجودات پلیدی زندگی میکنن.